زن 40 ساله پایهایش رومانتیزم هست، چشمش درد میکند، آب او را ضرر میکند، میتواند که تیمم کرده نماز خواند. بله، هر یک مادر پدر همین وقتی آب ضررتون کرد، یعنی وقتی تو دستات میشوی یا چهرت میشوی یا پاهات میشوی، وقتی میبینی که همین آب بر زیانی تای، یعنی ضررت میرسونه، همین است که تیمم برای همین فرشیدگیه. ما میتونیم در این حالت مثال دستامون را بالا کنیم تا آرنج، یک بارک دست ما میزنم در چهرم میمالم، یک بار دیگر با میزنم مثال اینا در همین لطه، هر چیزی که جنسی خاک باشد، خواه سنگ باشد، ببینید هر چیزی جنسی خاک باشد میشود، یا تنه دیوال باشد، دست ما یک بار میزنم در چهرم میمالم، یک بار دیگر میزنم دو دستم در مقصد میبرم، تمام من صاحبی طهارتم. میتونم که با همین نماز ما بخونم، میتونم با همین ذکر ما کنم. چیزی که همون طهارت آبی را میشکنن، طهارت خاکی را همون میشکنن. یعنی تا نماز دیگر هم میتونم که اگر یکان شکننده از من بیرون نشود، میتونم با همین تیمم قرآن را بخونم. خب بابا جان، من شوهر ندارم، صاحب 2 فرزند هستم. نیت کردم که 2 ماه معاشم را گرفته گوسفند خرم و قربانی کنم. آیا اجازت هست یا نه؟ و در حق پسرم دعا کنید تا قاری قرآن شود. خدای مهربان فرزند شما را این درخواست و این خواهشی که شما کردین الله موفق و میسرتون بگرداند. لیکن اگر مادر عزیز شما با شرطی که خودتان نیاز داشته باشین، اگر فرزندایتون نیازی به همون معاش و نیازی به لباس خوردنی داشته باشه، شما قربانی نکنید. پیامبر میگه ابدا بنفسک و تصدق علیه. شما هم نفسای خودتان را سیر کنین، همون جان خودت، دسترخوان خودت، بدن خودت سیر کن، همین هم ثواب قربانی را داره. برای همین شما میتونین که یعنی در جان خودتان صرف کنید. لیکن اگر به شرطی که مبلغ داری، پول داری، پسندازی به قوت داری، میتونی قربانی کنی، هیچی باکی نداره. میتونی یک گوسفند به قربانی هم ذبح کنی و گوشت در مردم تقسیم کنی، ثوابش در نامه اعمالت میره. خب بابا جان، یک سوال است که 17 سال می شود عذاب می دهد. روز تویم سال 2004 10 ساعت پیش نکاحم عرق نوشیده بودم. آیا با نکاح من یگان ضرر دارد؟ از نو نکاح کنم یا نه؟ بسیار پشیمانم. نه، نکاح اثر نکن برادر عزیز. اما پشیمانی که کرده الکی خودش انشاءالله او گناه کردگی تشویش نابود کرد. هر آدم در گناهش پشیمان باشد، الله مهربان همون گناه را از نامه اعمالش دور میکنه. برای همین دادر عزیز، نکاح اثر نکن، همون پشیمانیت خودش گناه تو را از بین برده است. خب بابای حاجی، سبب در چی باشد که هر وقتایی که خیر میکنم، خیری کردن مدتای زیاد در پیش چشم میآید؟ آیا خیری کردن پیش خدا قبول می شود یا نه؟ البته می شود. مادامی که یک کار است که وقتی ما یک خیری میکنیم که خیرمون مقصد چخیل یک خیری آدم میکند که اگر از بین 1000 سوم از 500 سومش خیر کن، خیلی برای تو یک تکان میده. لیکن اگر از همون 10 سوم شبتی چشم نمیپره. برای همین شاید دادر ما که البته یگان خیرهای کلام که میکنن، همیشه در ذهنش هست که مقصد من این قدر خیری کلام کردم، آیا مقصد پیش الله چی مقدار ثواب میگیرم؟ مادامی در پیش نظرت که هست، خدا خواهد این خیر بهترین خیره و این خیر پیش الله هم قبوله. فقط خیر قبول نمیشه که مینت کنی. یک کس دست بگیری، یک دانک نام بتی و
و در همه جا آوازه و دروازه و دیگر مثال حرفای بالا و پایان که زدی، انا صدقه را ثوابش از بین میبره. خب بابای حاجی، من یک زن هستم، یک کودک معیوب دارم، او را خیلی دوست میدارم، ولی خوشتامنم او را بسیار مسخره میکند، در پیشش میخندد، بسیار گپهای دلخراش میگوید. میگویم که نکن، اوبال است. میگوید اوبال این معیوب مرا نمیگیرد. این کودکت را خدا زده است. تا تو در پیش پای من سجده نکنی طفلت خوب نمیشود. خوشتامنم فالبین است. استاد جان شما گوید که آخر این درست است که من در پیش پای او سجده کنم، مگر این شرک نیست؟ البته شرک خواهر است، البته شرک. من پیشتر قید کرده گذاشتم که هر یک فرزندی که معیوب می آید این ای نزد الله است. این را هیچ کس حق ندارد که مسخره کند، هیچ کس. ولی مادامی که اگه خیلی این نفر فالبین باشد، اگه فالبین یک قاعده دارد که باید در پیش پاش سجده کنیم، برای که اینها ایمان ندارن. فالبین مردم ایمان ندارن. باید اینها کارهایی را انجام بدن که در او غضب خدا های. هرگاهی که کارهایی را که در او غضب خدا های فالبین انجام که داد، بعد بگیم در همون جادو و سیرش بعد ممکن یکم پیشروی کنن. ولی اگر اینا کارهای کفر نکنن هیچ وقت در کارهاشون پیشروی نمیشه. از همین خاطر است که حکم فالبین مقصد در دولت‌هایی که قانونش اسلام باشد اینها را اعدام میکنن، در دار میآویزونن و اینها هیچ وقت روی جنت رو نمیبینن. برای همین خواهر عزیز شما پیش اینها هیچ وقت سجده هم نکنین و دانین که شاید همون بدبختی که به سر فرزند آمده است ای حساب انامین فالبین، از حسابی که غضب خدا در همون منزل هست، الله همون بگیم که زحمت و مشکلات چه به سر همون کودک بیچاره آورده است، تا که شاید این فالبین مقصد قدرت الهی را ببینه و ای همین کاری بعدش دست بکشد. که اگر جادوگر باشد، سیرگر باشد، فالبین باشد، شاید الله برای بگیم که همین دهن همین فالبین را بستن، برای که همین را همچو عاجز بدنش، شاید همون کودک به همین احوال آورده که مقصد فالبین باشی، این قدرت داری، توانایی داری، که همین کودک معیوب را بگی تبابت کن، که همین را بگی درست کن، که بگی همین را ساز کن. یعنی در پیش چشمش الله مهربان قدرت چه نشان دیده که ای دستی تو هیچی نمیاد، بیاید این همین کودک خطا که بگی ساز کن. استاد زن از معاش خودش خیر یا قربانی کند ثوابش به شوهر میرسد یا خودی او میرسد؟ البته هر یک زنی که کار میکند، مهنت میکند، مبلغ میآورد، اگر وای مثال هر صدقه و خیری که کند ثوابش در نامه اعمال خودش میرود. مردک اگر صدقه کند ثوابش بر نامه اعمال خودش میرود. برای مادرای عزیز، خواهرای عزیز، شما هم میتونید که ای دستان اگر هر نیکی که میاد، هر خیری که میاد بکنین، انشاءالله شما ثوابش میگیرید. بابای حاجی میگن که زن در جایگاه خوابش سر لوچ سوره یگان ذکر کردن نمیتواند. این درسته؟ نه نادرسته. اگر زن در جایگاه خوابش سر لوچ هم که باشد میتواند که سوره قرآن هم خوانه، میتواند که ذکر هم کند، هیچی باقی نداره. درسته. اگر در پیشش خلاص، البته که در حالت خوابی او یا در پیشی او هیچ وقت مردهای بیگانه نیستند. خب استاد در وقت نماز خواندن فکر میکنم که کسی با من صحبت میکند، نمازم را خطا میخوانم، ولی بعد از نماز
با دیگر کار وقتی مشغول میشم این گونه نمیشوم. پیش از نماز خواندن با طرف دلم میزنم تا این خیل نشوم، یا دعای دوری از شیطان را میکنم، ولی بیفایده است. من چیکار کنم استاد؟ چی مصلحت میدهید؟ اکو وسواس همینه. همو گوییم که آدم وقتی در درون نماز میدروی یا وقتی قرآن خوانی در آغاز میکنی، ببین چقدر شیطان زیاد زحمت میکشه که تو را مقصد از همو عبادت فکرت پریشان کنه، در فکرت هر خیل مثال سخنها و کارها و مشغولیت ها را بیاره تا تو مثال در درون نماز هم که باشی شیرینی همون نمازه، کیفیتی همون نمازه تو برده نتونی. لیکن دادر عزیز هیچ وقت این خیل ناامید نشو. همیشه مثال وقتی شما در درون نماز که در آمدین بگذار همون هر چند وسواس هم که کنه تو نماز تا به حضور دل خواندن بگی، ولی بیشتر دادر عزیز لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. همین جمله را دادر عزیز بیشتر بگو، خدا خواهد خودت پیروز میشه. بابای حاجی مرده که زن خود را لط کوب میکند، بسیار آزار میدهد، اما پدر و مادرش را خیلی زیاد حرمت میکند و میگوید که یک ناخون اینها از 10 زن بالا هست. آیا این گونه مرد پیش خدا جوابگر هست یا نه؟ اگه بگیم کار هر روزه تاجیکی ما همه، این در طبیعت فرزندای ما همینه که انا مقصد گپ من همین است که تو برابر یک ناخون پدر و مادر من نمیشه. اگر چند این گپ حقیقت هم دارد ولی با این طریقی درشتی گفتن در کار نیست. اگر امید داری که با زنت زندگی خوب کنی و زن حرمتت کنه، این سخنها را گفتن در کار نیست. برای همه پدر و مادرش عزیزه، لیکن لازم نیست که زن بگوی که تو ناخونی پایم یا نمیشه. چی ضرورت داره؟ مادر و پدر تا حرمت کردن بگی، در برابرش زن تا هم حرمت کن. اگر پدر و مادری که دلالتت کنه که زن تا حرمت نکن، در این حالت حتی شریعت میگه او را اطاعتش نکن. برای با این سخنهای درشت زندگیاتون ویران نکنید. برای مقصد البته مردی که پدر و مادرش حرمت کنه و زنش اگر اذیت و عذاب بده، در پیش خداوند برای هر یک کمبود، برای هر یک لغزش ما البته جواب میگیم. برای پدر و مادر ما حرمت کردن اگر پیش الله ثواب بگیرم، برای این کارم پیش الله مهربان عقاب میگیرم، عذاب میگیرم. استاد بعد از 1.5 ماه تویمان شوهرم به مهاجرت رفت. از من 1.5 سال گذشت. با او زنگ زده گفتم چرا نمیایی؟ گفت من در اینجا 10 سال میشه زن و فرزند دارم. تو را مادرم به من مجبور کرده داد. رو مناسب خودت را بیا و شوهر کن. من دیگر نمیایم. استاد آیا با این کلمه من طلاق شدم و من چی مصلحت می‌دهد؟ بله اگر وقتی گوید که من دیگر با تو زندگی نمیکنم، مقصد من زندگی خودم دارم، برات شوهر کن، همین خودش علاقه طلاقه. تو میتونی بعد این همون 3 ایده‌ای که هست، همون 3 ماهی که از خونبینی که داریم همون گذشت، میتونی برای شوهر کن. لیکن خیلی جای تأسفه که بچه ها زن میگیرن و بعدا مقصد به این حالت میارن. خیلی جای تأسفه. بدبخت همون مرد که همین کارا را میکنن. لیکن دادره عزیز دلم به شما میسوزه که شما این ظلم کردگیتون حتما در حیات میچشید. بابای حاجی یک مولا ما را نکاح کرد ولی کسی شاهد نبود. مولا گفت که در قیامت آب و نان شاهدی میدهد. آیا این نکاح درست است یا نه؟ نادرست است. اگر به شرطی که همون مرد قطعی زن باشه و مولا طاقه باشه،
نکاح نمیشه. نان و آب و ولی بعضی آدم سنگ قلوق چیزی باشد اینا شاهد شده نمیتونه. فقط شاهد فرزند آدم شده میتونه. برای این اگر در هر نکاحی که دو شاهد نباشد اون نکاح نیست. زندگی تان زندگی حلال نیست. و ملا هم نیستن. خیلی که مردم ما همین هم مرا دیگه ملا میگن. بابا جان میگن که اگر پوست پیاز را در آتش پرتایی دوزخی میشه. آیا این درست است؟ نه درست نیست. این گپا هم یک گپای خرافاتی و سفسطه. روح از ارواح چی فرقیت دارد؟ روحش بگیم مفرد یا ارواحش جمع. یعنی مثلا خانه میگیم خانه ها میگیم. یعنی روح بگیم انا با تنهایی گفته میشود. بعد ارواحش معنای روح ها یعنی چند روح تنها یک تا روح. یکی وقتی ارواح شید چند تا روح میشود. این شکل جمع شد. و یک نمود شپرک هست که میگویند این ارواح هست. این درسته یا نه؟ این درست نیست. ای وقتش یک تا اون که شپلک ها می آمدن خانواده او را اوراق میگفتن. ای وقتش اون را اوراق میگفتن. خدا رحمت کنه همین کدام همین چیزها را گذاشتن خلاص در ذهن مردم تا حاضر همین گپا هست. وقتی همون در کدام خانه می آمد کم خانه در می آمد همون خانه در او صدقه میکردن. میگفتن که همین با مقصد اومد که همین خانه ما و تو او نان نداره. شاید که همین گپ هم البته در همون محله هایی که تماما دیگه صدقه را فراموش کرده بدین دیگه همون پیشواها بیچاره البته با آیت نشید با حدیث نشید با قصه ها گفتن تون که مقصد صدقه ثواب داره. صدقه عمر آدم دراز میکنه. آفتها را دور میگردانه. ببین مالی تر زیاد میکنه. از بدنام مردن نگهت میداره. خلاص پیامبر علی کل مسلمین صدقه گفت از هر مسلمان باید صدقه کنه. یعنی صدقه را که فایده هاش بسیار است وقتی گفت نشید بعد این مردم ما را بعد انمو یک شپلقتی امکان داره که بترسانش. برای عقیده این مردم که ضعیفه یک شپلق اندیشه میکنه و چند آیت حدیث هم میگوش یک گوش نمیکنه. بعد بیچاره مرگوش نگفتن. بعد انمی به خاطر میگی خانت صدقه نداره خانت آب نان نداره. انا بعد این مردک مقصد چیکار میکنه؟ بعد قطعی زنش مسئله میکنه بیا که او یگان آفت بلا به سر ما نیاد. بعد صدقه میکنه. انمی شاید معناش همی باشد. گمانی من همی را میگیرم. چخیلی که در شب قدر مردم تعلیم داده بودن که اگر تا روز بیستی یکی اگر به شرطی که انا بگیم که با آسمان نگاه کنی که یک بگیم گله میگذاره یک گله اسب میگذاره اگر همون را دینی ببینی چیزی را که بقپی در او طلا میشود. بعد بسیاری مردم به خاطر که مقصد یکی مبادای همین مال دنیا به دست میافتاد تا روز بیدار میستاد لیکن مادام شب زنده داری که میکرد ثواب میگرفت. یعنی با یک ره به همین راهی که مبادای صاحب طلا شایفته مردم بیدار نگه میداشتن. همین شپلک هم ممکن مثل همین باشه. خب یعنی این بود سوال هایی که در پیش من و همش انشاءالله من برای شما جواب گفتم. خداوند همه تا عمری دراز ایمان کامل سعادت دنیا و آخرت نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین.